با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی. سامیان گرامی، حالا گفتار 21 را از روی یکی از شاهکاری‌های بی‌نظیر ادبیات فارس و تاجیک، بستان سعدی، در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف بشنوید. در اقصای عالم بگشتم بسی، بسر بردم ایام با هر کسی. طمع تو به هر گوشه یافتم، ز هر خرمنی خوشه یافتم. ادامه باب پنجم در ریزا. درختی که بیخش بود برقرار، بپرور که روزی دهد میوه بار. گرت بیخ اخلاص در بوم نیست، از این بر کسی چون تو محروم نیست. شنیدم که نابالغ روزه داشت، بسط محنت آورد روز بچاشت. با کتابشان روز سایق نبود، بزرگ آمدش طاعت از طفل خود. پدر دیده بوسید و مادر سرش، فشاندند بادام و زر بر سرش. چو بر وی گذر کرد یک نیمه روز، فتاد اندر او ز آتش معده سوز. به دل گفت اگر لقمه چندی خورم، چه داند پدر غیب یا مادرم. چو روی پسر در پدر بود و قوم، نهان خورد و پیدا بسر برد صوم. کی داند چو در بند حق نیستی، اگر بی وضو در نماز ایستی. پس این پیر از آن طفل نادان تر است، که از بهر مردم به طاعت در است. کلید در دوزخ است آن نماز، که در چشم مردم گذاری دراز. اگر جز به حق می رود جاده ات، در آتش فشانند سجاده ات. سیهکاری از نردبانی فتاد، شنیدم که هم در نفس جان بداد. پسر چند روز گریستن گرفت، دیگر با حریفان نشستن گرفت. به خواب اندرش دید و پرسید حال، که چون رستی از حشر و نشر و سؤال. بگفته پسر قصه بر من مخوان، به دوزخ در افتادم از نردبان. نکو سیرت بی تکلف برون، به از نیک نامی خراب اندرون. به نزدیک من شبروی راه زن، به از فاسقی پارسا پیرهن. یکی بر دری خلق رنج آزمای، چی مزدش دهد در قیامت خدای. ز امری پسر چشم اجرت مدار، چو در خانه زید باشی بکار. نگویم تواند رسیدن به دوست، در این ره جز آن کس که رویش در اوست.
رهی راست رو تا به منزل رسی، تو بر ره نیی زین قبل واپسی. چو گاوی که از سار چشمش ببست، دوان تا به شب، شب همان جا که هست. کسی گر بتابد ز محراب روی، به کفرش گواهی دهند اهل کوی. تو هم پشت بر قبله در نماز، گرت در خدا نیست روی نیاز. درختی که بیخش بود برقرار، بپرور که روزی دهد میوه بار. گرت بیخ اخلاص در بوم نیست، از این بر کسی چون تو محروم نیست. هر آن کف کند تخم بر روی سنگ، جو وقتی دخلش نیاید به چنگ. منه آبروی ریا را محل، که این آب در زیر دارد وحل. چو در خفیه بد باشم و خاکسار، چه سود آب ناموس بر روی کار. بر روی و ریا خرقه سهل است دوخت، گرش با خدا در توانی فروخت. چه دانند مردم که در جامه کیست، نویسنده داند که در نامه چیست. چه وزن آورد جای انبان باد، که میزان عدل است و دیوان داد. مرایی که چندین ورع می نمود، بدیدند و هیچش در انبان نبود. کنند ابر پاکیزه تر ز آستر، که آن در حجاب است و این در نظر. بزرگان فراغ از نظر داشتند، از آن پرنیان آستر داشتند. ور آواز خواهی در اقلیم فاش، برون حله کن گو درون حشو باش. به بازی بگفت این سخن بایزید، که از منکر ایمن ترم کز مرید. کسانی که سلطان و شاهنشهند، سراسر گدایان این درگهند. طمع در گدا مردی معنی نبست، نشاید گرفتن در افتاده دست. همان به گر آبستنی گوهری، که همچون صدف سر به خود در بری. چو روی پرستیدنت در خداست، اگر جبرییلت نبیند رواست. تو را پندی سعدی بس است ای پسر، اگر گوش گیری چو پندی پدر. گر امروز گفتاری ما نشنوی، مبادا که فردا پشیمان شوی. از این به نصیحتگری بایدت، ندانم پس از من چی پیش آیدت. شنیدم که دیناری از مفلسی، بیفتاد و مسکین بجستش بسی. با آخر سری ناامیدی بتافت، یکی دیگرش ناطلب کرده یافت. باب ششم، در قناعت.
خدا را ندانست و طاعت نکرد، که بر بخت و روزی قناعت نکرد. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریصی جهانگرد را. سکونی به دست آوری بی ثبات، که بر سنگ گردان نروید نبات. مپرور تنر مردی رای و هوشی، که او را چو می پروری می کشی. خردمند مردم هنر پرورند، که تن پروران از هنر لاغرند. کسی سیرتی آدمی گوش کرد، که اول سگی نفس خاموش کرد. خور و خواب تنها طریقی دد است، بر این بودن آیینی نابخرد است. خنک نیک بختی که در گوشه، به دست آرد از معرفت توشه. بر آنان که شد سر حق آشکار، نکردند باطل بر او اختیار. ولیکن چو ظلمت نداند ز نور، چه دیدار دیوش چه رخسار حور. تو خود را از آن در چه انداختی، که چه را ز ره باز نشناختی. بر اوج فلک چون پرد جوره باز، که در شهپرش بسته سنگ آز. گرش دامن از چنگ شهوت رها، کنی رفت تا سدرة المنتهی. به کم کردن از عادتی خویش خورد، توان خویشتن را ملک خوی کرد. کجا شیری وحشی رسد در ملک، نشاید پرید از سری تا فلک. نخست آدمی سیرتی پیشه کن، پس آنگه ملک خویی اندیشه کن. تو بر کره توسنی بر کمر، نگر تا نپیچد ز حکم تو سر. که گر پالهنگ از کفت در گسیخت، تنی خویشتن کشت و خونی تو ریخت. به اندازه خور زاد اگر مردمی، چونین پرشکم آدمی یا خونی. درون جای قوت است و ذکر و نفس، تو پنداری از بهر نان است و بس. کجا ذکر گنجد در انبار آز، به سختی نفس می کشد پادراز. ندارند تن پروران آگهی، که پر معده باشد ز حکمت تهی. دو چشم و شکم پر نگردد به هیچ، تهی بهترین روده پیچ پیچ. چو دوزخ که سیرش کنند از وعید، دیگر بانگ دارد که هل من مزید. همی میردد عیسی از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. بدین فرومایه دنیا مخر، تو خر را به انجیل عیسی مخر.
مگر می نبینی که دد را و دام نینداخت جز حرص خوردن بدام. پلنگی که گردن کشد بر وحوش بدام افتد از بهر خوردن چو موش. چو موش آن که نان و پنیرش خوری بدامش درافتی و تیرش خوری. عاج داد که رحمت بر اخلاق حجاج باد. شنیدم که باری سگم خوانده بود که از من به نوع دلش مانده بود. بینداختم شانه کین استخوان نمی بایدم دیگرم سگ مخوان. مپندار چون سرکه خود خورم که جوری خداوند حلوا برم. قناعت کنی نفس بر اندکی که سلطان و درویش بینی یکی. چرا پیش خسرو به خواهش روی چو یک سو نهادی طمع خسروی. وگر خود پرستی شکم طبله کن دری خانه این و آن قبله کن. یکی پرطمع پیش خوارزمشاه شنیدم که شد بامدادی پگاه. چو دیدش به خدمت دوتا گشت و راست دیگر روی بر خاک مالید و خواست. پسر گفتش ای بابکی نامجوی یکی مشکلت می بپرسم بگوی. نگفتی که قبله است سوی حجاز چرا کردی امروز از این سو نماز؟ مبر طاعتی نفس شهوت پرست که هر ساعتش قبله دیگر است. مبر ای برادر به فرمانش دست که هر کس که فرمان نبردش بیرست. قناعت سرافرازد ای مرد هوش سری پرطمع بر نیاید ز دوش. طمع آبروی تو آخر بریخت برای دو جو دامن دور بریخت. چو سیراب خواهی شدن زآب جوی چرا ریزی از بحر برف آبروی. مگر از تنعم شکیبا شوی وگرنه ضرورت به درخوا شوی. برو خواجه کوتاه کن دست آز چه می بایدت ز آستینی دراز. کسی را که درجی طمع در نوشت نباید به کس عبد و خادم نبشت.
توقع براند ز هر مجلست، بران از خودت تا نراند کست. یکی را تب آمد ز صاحب دلان، کسی گفت شکر بخواه از فلان. بگفته پسر تلخی مردنم، به از جوری روی ترش بردنم. شکر عاقل از دستیان کس نخورد، که روی از تکبر برو سرکه کرد. مرو در پی هرچی دل خواهدت، که تمکین تن نور جان کاهدت. کند مرد را نفس اماره خوار، اگر هوشمندی عزیزش مدار. اگر هرچی باشد مرادت خوری، ز دوران بسی نامرادی بری. تنوری شکم دم بدم تافتن، مصیبت بود روزی نایافتن. به تنگی بریزاندت روی رنگ، چو وقتی فراخی کنی معده تنگ. کشد مردی پرخواره باری شکم، وگر در نیابد کشد باری غم. شکم بنده بسیار بینی خجل، شکم پیش من تنگ بهتر که دل. چی آوردم از بصره دانی عجب، حدیثی که شیرین تر است از رطب. تنی چند در خرقه راستان، گذشتیم بر طرف خرماستان. یکی در میان میده انبار بود، ز پرخواری خویش بس خوار بود. میان بست مسکین و شد بر درخت، وز آنجا به گردن در افتاد سخت. نه هر بار خرما توان خورد و برد، لتنبانی بعد عاقبت خورد و مرد. رئیسی ده آمد که این را کی کشت، بگفتم مزن بانگ بر ما درشت. شکم دامن اندر کشیدش ز شاخ، بود تنگ دیل رودگان فراخ. شکم بندی دست است و زنجیری پای، شکم بنده نادر پرستد خدای. سراسر شکم شد ملخ لاجرم، به پایش کشد موری کوچک شکم. برو اندرونی به دست آر پاک، شکم پر نخواهد شدی. صوفی را زبون کرد و فرج، 2 دینار بر هر دوان کرد خرج. یکی گفتش از دوستان در نهفت، چی کردی بدین هر 2 دینار؟ گفت به دیناری از پوشت راندم نشاط، به دیگر شکم را کشیدم سماط.
فرومایگی کردم و ابلهی، که این همچنان پر نشد وان تهی. غذا گر لطیف است و گر سرسری، چو دیرت به دست اوفتد خوش خوری. سرانگه به بالین نهد هوشمند، که خوابش به قهر آورد در کمند. مجالی سخن تا نیابی مگوی، چو میدان نبینی نگه دار گوی. وز اندازه بیرون مرو پیش زن، نه دیوانه ای تیغ بر خود مزن. به بی رغبتی شهوت انگیختن، به رغبت بود خون خود ریختن. یکی نیشکر داشت بر تبقری، چپ و راست گردنده بر مشتری. و صاحب دلی گفت در کنج ده، که بستان و چون دست یابی بده. بگفتان خردمند زیبا سریشت، جوابی که بر دیده باید نبیشت. تو را صبر بر من نباشد مگر، ولیکن مرا باشد از نیشکر. حلاوت نباشد شکر در نیش، چو باشد تقاضایی تلخ از پیش. یکی را ز مردان روشن ضمیر، امیری ختن داد طاق حریر. ز شادی چو گلبرگ خندان شکفت، بپوشید و دستش ببوسید و گفت. چه خوب است تشریف شاهی ختن، وزان خوبتر خرقه خویشتن. گر آزاده ای بر زمین خسب و بس، مکن بهر قاری زمین بوس کس. شنوندگان ارجمند، شما گفتار 21 را از روی بوستان سعدی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان برنامه شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.